در یک کتاب خونده وقتی که یک زن و یک شوهر دنیا میگذرند، زن در دنیا همچنان مهربان بود، همیشه حرمت و عزت شوهر میداشت. میگه هرگز میگه به سیاهی چشم و قاشش سیاهی نمیدوان، هرگز به سفیدی روش میگه سفیدی نمیدوان، یعنی که زینت در دنیا زیاد نمیکرد و مانند زنای امروزه قاشچینی و سرخلوی و اینا نمیکرد. میگه به خاطر روز آخرتش که با همین شوهرش یک جا باشه. و میگه وقتی از دنیا گذشت خبری به گوشش رسید که شوهر در جنت الفردوس، اما تو میگه در جنت پایانترش. بعدا میگه نزد الله عرض کرد، فرشتگان گفت بیروی به پروردگار گوی که من همون فلان زنی هستم که در دنیا حرمت شوهر واجب میدانستم. چگونه که الله فرمان داد؟ برای چی وعده الله بود که هر کسی که شوهر خود حرمت میکنه انشاءالله در آخرت به خاطر او حرمتش و به خاطر آنه که توی تماشاهای اینمی حافظی و ویا میگه قسمان کرد با شوهرش در روز قیامت میمونه انشاءالله. برای چی امروز من تنهایم، شوهرم در دیگر جا. و میگه وقتی این خبر به نزد الله میره، الله میگه درست میگه بنده من، در حوض کوثر میگه شستشویش کنه نزد شوهرش بره. وقتی زن میگه شستشو میکنن، میگه به مانند ماه شب 14 میگه همچنان زیبا میشه، همچنان روی اون نور پیدا میکنه، هرگاه میگه چرخ میزنه از نوری روی اون میگه جنت روشن میشه. و میگه وقتی که میگیرن میگه فرشته ها میگن خورهای و غلمان ها میگه به سوی شوهرش میبرن. وقتی که میگه میبینه شوهرش در یک قصر، میگه همچنان او قصر زیبایه، 70 دروازه داره، 70 منبر داره، میگه همچنان زیبایی که در او قصر، میگه زن میگه حیران میشه. وقتی میدره میبینه که شوهرش ششته گیردش بسیاری میگه همون ویا چیزای جنتی، حورهای جنتی میگه در اطرافشان همچنان زیبایی، میگه زن حیران میشه و خود به خبر که زینتی که الله به او داده حورهای جنتی در پیش او هیچ بده، همچنان زیبایی داده بود الله. و شوهر میگه اندرمان هویا بود، بنا خواست میگه یکی چشمش افتید به این زن دنیا، میگه از جای برخیست از منبر، میگه نگاه کرد، میگه حیران شد، گفت خداوندا این مخپری میگه این کی باشه، این دریجه چیکار میکرده باشه، اینم حور باشه؟ الله میگه نه، این زن دنیایی چیه؟ میگه پروردگارا زنی من قدر زیبا نبود، یک زن بود که سینه‌هاش آویزان شده بود، لب‌هاش سفید شده بود، قامتش میگه خم شده بود، میگه به خاطر تو، میگه به خاطر روز قیامت از ترس من میگه او زینت زیاد نمیکرد، بالای لباسش چادر داشت. میبینیم در هر معرکه که حافظی و هر چیزی که شیطانی بود، عمل شیطانی از اونجا خودش دور میکرد، همیشه در پای خداوند بود، در پای تلاوت قرآن بود، همیشه در خیر و سخاوت و هر کاری که به سوی جنت همیشه کننده همین کارها بود. و همین خاطر من امروز شما را با یک جا کردم. وقتی که زن نزدیکی شوهر میبیایه، خور میگه از یک طرف زن دنیا از یک طرف، میگه شوهر نگاه میکرد به دل میخواست که کاش همراه با زن دنیاییش باشه. و میگه در این حالت میگه خور میگه گفت ای زن دنیا، از خدا شر نمیکنی، در دنیا 70-60 سالی که خداوند به شما عمر داد با هم بوده، یک جایه بوده، خوبی و هر چیزی که الله داد دیده، با هم دیگر نعمتهای الله. من طول اون سالهایی که شما زندگی میکرده من منتظر شوهر تو بودم، امروز که نصیب من شد من خواستگاری کردم و شوهر تو ایمن شد، با میگه تو این ایمن میگیری، من سالهای طولانی منتظر این مرد بودم. میگه و زن میگه که آخه میگه در دنیا میگه ما را خداوند با هم آورده بود، من به خاطر این شوهر همه عملهایی که در دنیا میگه از خرسندی و از دیگر بود دست کشیدم به خاطر روزی آخرت، صبر میکردم در هر حالتی که برای در دنیا میگه ویش زیاد بود، میگه خرسندی و ویش، میگه صبر میکردم که تا در آخرت با این شوهر باشم. امروز میگه در این سالهای طولانی که من منتظر بودم با این، میگه تو میگیری در حالت امر معروف نخیزه، اجازت نیست. بعدا میگه از جانب الله میگه فرمان میشه بادی میفرسته و از بین این دو زن میگه باد دلهای این زنهای از میگه کینه و میگه از رشک پاک میکنه. الحمدلله در این حالت میگه هوری دنیایی میگه که ای زن دنیایی بگیر، میگه این مرد میگه نصیب خودت باشه، میگه من یک حزل کردم و این زن میگه با همدیگر اتفاق میشون. الحمدلله از جانب الله به سوی مرد سوال میشه آیا تو حور میخواهی یا زن دنیایی؟ تا میگه باشه که زن دنیایی.